سوال همیشگی اینه که اپوزیسیون ایران چطور میتونه متحد بشه؟ خب چند وقت پیش یه تلاش خیلی جدی حول محور رضا پهلوی شکل گرفت. هدفش هم کاملا مشخص بود، گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی. ولی اون تلاش به نتیجه‌ای که انتظار میرفت نرسید. حالا ما می‌خوایم توی این برنامه با هم ببینیم که دلیل این شکست چی بود و چه راهکارهایی برای آینده وجود داره. این حرکت که خیلی‌ها بهش میگن ائتلاف مهسا، واقعاً یه موج امیدواری بزرگ راه انداخت. یادتونه برای یه مدت کوتاهی انگار همه فکر می‌کردن که بالاخره یه نیروی واحد و متحد داره شکل میگیره که میتونه کار رو به یه سرانجامی برسونه. خب با اون همه شور و امیدی که اولش بود، چی شد که یهو همه چیز از هم پاشید؟ جواب این سوال خیلی پیچیده‌تر از یه اختلاف نظر ساده است. ریشه‌هاش خیلی عمیق‌تره، ریشه‌هایی که توی تاریخ ما پنهان شدن. ببینید، فروپاشی این ائتلاف فقط یه دلیل نداشت. تحلیل‌ها میگن که 6 تا شکاف عمیق و تاریخی وجود داره. اینا مثل گسل‌های زلزله‌ان، شاید روی سطح نبینیمشون، ولی همیشه اتحاد اپوزیسیون رو تهدید میکنن. پس بیایید با هم بریم سراغ این 6 تا شکاف و ببینیم داستان از چه قراره. این دعواها اصلا مال امروز و دیروز نیست. اگه به تاریخ نگاه کنیم، از همون انقلاب مشروطه و بحثایی که سر قدرت شاه بود تا کودتای 28 مرداد، انقلاب 57 و حالا جنبش مهسا، این شکاف‌ها هی تکرار شدن و هر بار مانع اتحاد درست و حسابی شدن. انگار یه داستان تکراریه. خب بریم سراغ 2 تا از اصلی ترین شکاف‌ها. اولی که خب خیلی معروفه، دعوای قدیمی بین طرفدارای جمهوری و سلطنت. دومی هم خیلی مهمه، بحث سر ساختار دولته. از یه طرف کسایی هستن که میگن باید یه دولت مرکزی قوی داشته باشیم تا ایران یک پارچه بمونه. از طرف دیگه گروهایی هستن به خصوص در مناطق قومی که میگن مرکز همیشه به ما بی‌توجهی کرده و ما یه جور خودمختاری یا فدرالیسم میخوایم. این 2 تا دیدگاه همیشه با هم درگیر بودن. 2 تا اختلاف بعدی، اولیش اینه رهبر باید کی باشه؟ یه نفر کاریزماتیک که همه دنبالش برن یا یه شورای تیم که با هم تصمیم بگیرن؟ بحث رهبری فردی در مقابل رهبری جمعی. دومی هم سر سیاست خارجیه. باید چی کار کرد؟ از کشورهای دیگه بخوایم که فشار را حداکثری کنن یا نه؟ باید راه تعامل و دیپلماسی رو در پیش گرفت. هر کدوم طرفدارای خودشون رو دارن. و اما میرسیم به 2 تا شکاف آخر که شاید از همشون عمیق‌تر باشن. اولی یه بی‌اعتمادی خیلی عمیق و تاریخیه که بین خود گروه‌های اپوزیسیون وجود داره. ریشش هم برمیگرده به دعواها و رقابت‌های بعد از انقلاب 57. دومی هم یه سوال خیلی اساسیه. اولویت با چیه؟ اینکه هر چه سریعتر از این وضعیت خلاص بشیم یا اینکه اول با دقت یه ساختار محکم رو طراحی کنیم و بعد حرکت کنیم؟ خب تا اینجا همش از مشکل و شکاف گفتیم. حالا سوال اینه که راه حل چیه؟ آیا اصلا راهی برای عبور از این اختلاف‌های عمیق وجود داره؟ چون دیگه فقط حرف زدن از مشکلات فایده نداره. باید دنبال راه حل بود. مثلا برای همون دعوای همیشگی جمهوری و پادشاهی یه راهکار خیلی هوشمندانه وجود داره. به جای اینکه سر نتیجه دعوا کنیم، بیایم سر فرایند توافق کنیم. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه از الان بگیم نظام آینده چی باشه، بیایم روی قواعد بازی به توافق برسیم. اول یه دولت موقت بی‌طرف، بعد یه انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان که قانون اساسی رو بنویسه و آخر سر هم یه همه‌پرسی شفاف که خود مردم تصمیم نهایی رو بگیرن. اگه بخوایم یه نسخه برای ائتلاف پایدار در آینده بپیچیم، باید شامل این موارد باشه. اول، توافق روی قواعد بازی دموکراتیک. دوم، رهبری جمعی نه فردی. سوم، تمرکز زدایی و توزیع قدرت. چهارم، یه سیاست خارجی هماهنگ و واحد و پنجم، یه مسیر مشخص برای عدالت انتقالی. بدون این ستونها هر اتحادی که ساخته بشه خیلی زود فرو میریزه. و در نهایت به این جمله کلیدی میرسیم. یه ائتلاف پایدار با پاک کردن صورت مسئله و حذف اختلافات ساخته نمیشه، بلکه با فهمیدن ریشه‌های تاریخی این اختلاف‌ها و مدیریت علمی اونهاست که شکل میگیره. این درس اصلیه. کلید مدیریت اختلافه، نه این کارش. اما سوال بزرگی که باقی میمونه اینه: آیا چنین مدیریتی واقعاً در عمل شدنیه؟